الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز هم بهر شما دو دعای را پیشکش میکنم. دعای یکمش داخل شدن بر حاجتخانه و دیومش خارج شدن از حاجتخانه. در دوام صحبت دوستان عزیز، اگر از ما خطاگی سر بزند از همه شما معذرت خواهی میکنم و یکم دعایی را که میخواهم بهر شما پیشکش کنم، این دعاهایی است که انسان وقتی میخواهد در حاجتخانه داخل شود، پیش از داخل شدن فراموش نکنید دوستان عزیز که با پای چپ چیکار میکنیم؟ در حاجتخانه داخل میشیم. با پای چپ پیش از داخل شدن در حاجتخانه این دعا را چیکار میکنیم؟ حتمی میخونیم. دعا چنین است: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. با تکرار میکنم: اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. این عربیش دعا را معنی داد میکنم. ای بار خدایا، من به سوی تو پناه میبرم از شیاطین و جنهای نرینه و مادینه. خبث خبائث گفته شیطان نرینه و مادینه را میگن. خبث شیطان نرینه، خبائث شیطان مادینه را میگن. این دعا را میکنید، بعدا در حاجتخانه داخل میشید. و چند عملی است که در حاجتخانه مکروه است برادرها، بهر شما میرسانم. یکم برادرها صحبت کردن، چی به تلفن باشه چی به یک دوستت باشه، در حاجتخانه مکروه است. به عذر بسیار نشستن در حاجتخانه مکروه است دوستان عزیز. در حاجتخانه بومگر بسیار استفاده بردن مکروه است دوستان عزیز. کوشش کنه که همون بومگر میگیره، وقتی قاق میکنه آلاتتون تاق بگیره، 3 تا یا 5 تا بگیره، جفت نگیره و تاق بگیره. بعد بعضی ها را نگاه میکنی اندک بومگر استفاده میبرن، یک بسیاری بومگر دیگه در همون حاجتخانه میپرتن. برادرها اسراف میشه. اسرافکار برادر شیطانه. اسرافکار الله دوست نمیداره. اسراف نکنه، با قدر همون ضرورتی تو بگیره. دیگر عملی که مکروه است این اسراف کردن بومگ است. و دیگر اینکه بسیار نشستن هم در حاجتخانه مکروه است برادرها، به عذر. و با آلاتات هم بسیار نظر کردن، با آلاتای خودت بازی کردن هم این هم مکروه است دوستان عزیز، فراموش نکنید. بعدا وقتی که در حاجتخانه قضای حاجتونه که کرده، با پای راست خارج میشیم. با پای راست خارج میشیم. بعدا این دعا را میکنیم: غفرانک. از حاجتخانه با پای راست خارج شدیم، این دعا را میکنیم: غفرانک. غفرانک معنیش اینه که خدایا من مغفرت کن، بار ایله ها مرا مغفرت کن. اگه بچه خاطر همون چند لحظه در همون درون بدم ذکر ترا کرده نتونستم، الله مرا چکو که مغفرت که ببخش. در این ضمن یک چیز دیگه هم برادران میگم که بسیاری برادرای هست که در جاهای کار میکنن که ساو ندارن، بانیا میکنن یا جای میدورن. برادران عزیز در همون ساونا هم کوشش کنه که سطر عورت رعایت کنه. بسیار برادر هستن که بسیاری میدورن تای بگیم که پلافکا یا تورسیک میدورن، همین در لعنت خدا گرفتار میشه دوستان عزیز. باید که سطر عورت داشته باشیم. شورتیکای درازی هستن که از ناف تا زانو محکم باشن. هر کسی اگر به نیت شفا بگه با همون تای تورسیک هم که بدوره، الله او را شفا نمیده، به خاطر که در چیز حرام خداوند شفا را نویسگی نیست. کوشش کنه که تای شورتیک بدوره، سطر عورت تو رعایت شود. 3 کس هم میدوره، 5 کس هم میدوره، حتمی باید سطر عورت رعایت شود.